در تذکره باید ملیت ها ذکر شود، چرا که افغانستان یک قوم افغان یا پشتون نیست. کارکرد را تو هم پرسان نمیتونی، رئیس جمهور هم پرسان نمیتونه، ملت بیشار هم پرسان نمیتونه. ریکشا خالی میه، گوشتی که طول میشه، اینمی جپا را داشت سرباز میکنن، با سر نظام با افتخار میبرن، گپ میزنن که ما صادق هستیم. صادق همیره میگه 65 کیلو یک اسکر گوشتش دزدی بکن. امروز در حالی که بالغ بر 20 میلیون فارسی زبان بومی در این سرزمین زندگی میکنه، برخی از متعصبان و کوردلان حکومتی گستاخی را به حدی رسوندن که زبان این 20 میلیون نفر خارجی میخوانند. با جداولی که در اختیار دوستایی که امتحان کانکور را سپری میکنند قرار گرفتن و آن نشان دهنده سهمیه بندی مطلق کانکور در اداره های تحصیلات عالی است. افغانستان سرزمینی که تاریخ آن با رنج و ظلم گره خورده است. بارها و بارها شاهد سرکوب، حذف هویت‌ها و بی‌عدالتی بوده است. از امپراتوری‌ها تا حکومت‌های متمرکز معاصر، اقوام این سرزمین همیشه قربانی سیاست‌هایی بودند که نه برای رفاه مردم بلکه برای حفظ قدرت طراحی شدند. اما امروز در میان این همه ناامیدی یک سوال مهم مطرح می‌شود: آیا می‌توان با تغییر نوع حکومت به رنج‌های تاریخی مردم پایان داد؟ آیا حکومت غیر متمرکز می‌تواند راه حل برای آینده روشن باشد؟ سلام به همه شما بینندگان گرامی کانال چهره پنهان. در این برنامه با نگاه دقیق به سیستم‌های متمرکز و غیر متمرکز تلاش می‌کنیم پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا کنیم. با ما همراه باشید و نظرات ارزشمندتان را در پایان با ما به اشتراک بگذارید. افغانستان از دوران امیران تا جمهوری و حالا طالبان عمدتاً توسط حکومت‌های متمرکز اداره شده است. حکومت متمرکز سیستمی که تمامی تصمیم گیری ها، منابع و قدرت را در پایتخت متمرکز می کند. در این نوع حکومت مناطق و اقوام دورافتاده اغلب فراموش می شوند. هویت های محلی سرکوب می شوند و سیاست های تبعیض‌آمیز رایج است. حکومت غیر متمرکز سیستمی که در آن قدرت و مناطق و ایالت های واگذار می شود. هر منطقه با توجه به نیازها و ویژگی های خود اداره می شود و اقوام و فرهنگ ها می توانند هویت خود را حفظ کنند. در حکومت متمرکز تصمیم از مرکز گرفته می شود. این موضوع باعث می شود که مناطق دورافتاده حتی در بحران ها نادیده گرفته شود. در حکومت غیر متمرکز هر منطقه اختیار تصمیم گیری در امور خود را دارد و این امر باعث پاسخگویی بیشتر می شود. در حکومت متمرکز منابع بیشتر در مرکز کشور متمرکز است و مناطق محروم کمتر از آن بهره‌مند می شوند. در حکومت غیر متمرکز منابع به صورت عادلانه تری بین مناطق توزیع می شود. حکومت متمرکز اغلب هویت‌های محلی را نادیده می‌گیرد و سیاست یکسانسازی فرهنگی را دنبال می‌کند. در حکومت غیر متمرکز اقوام و فرهنگ‌ها آزادی بیشتری برای حفظ و گسترش هویت خود دارند. تمرکز قدرت در حکومت متمرکز می‌تواند منجر به فساد گسترده شود. در حکومت غیر متمرکز توزیع قدرت این خطر را کاهش می‌دهد. فواید حکومت غیر متمرکز برای افغانستان: جلوگیری از سرکوب و حذف هویت‌های قومی، کاهش تنش‌های سیاسی و اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه مناطق، تقویت مشارکت عمومی و مسئولیت پذیری مردم. کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، آلمان، کانادا، سوئیس و استرالیا از حکومت‌های غیر متمرکز بهره‌مند هستند. این کشورها با تمرکز صدایی نه تنها ثبات سیاسی خود را حفظ کردند بلکه به توسعه متوازن و پایدار نیز دست یافتند. دوستان عزیز، آینده افغانستان در گرو تصمیمات امروز ماست. آیا آماده ایم تا نوع حکومت خود را بازنگری کنیم و برای ایجاد کشور عادلانه تر تلاش کنیم؟ نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً دیدگاه‌هایتان را با ما به اشتراک بگذارید. بدرود تا برنامه دیگر از کانال چهره پنهان.